الان شما چهره واقعی مدعیان حقوق زن را، حقوق کودکان را شما در غزه مشاهده می کنید. غزه مدرسه است که در آن می توان بسیاری از سران کشورها را دید و بسیاری از سران کشورهای اسلامی را در آن دید و شناخت. غزه مدرسه است که در آن حتی اهل غزه، کودکان غزه، زنان غزه و مردان غزه را شما می توانید در آن بهتر بشناسید. والله غزه الان مدرسه است که شما چهره واقعی بسیاری از انسانها را در آن مشاهده می کنین. شما در این روزا در غزه می بینین قوت ایمان کودکان و اطفال مردم فلسطین را. این روزها شما قوت ایمان زنان فلسطین را میبینید. سبحان الله. غزه مدرسه است که به ما نشان داد که مؤمن بزدل نیست. غزه مدرسه است که به ما نشان داد که مؤمن ترسو نیست. غزه مدرسه است که مردانش به جای خود، ببینین این تصاویر را، مردانش به جای خود که حتی کودکانش به ما درس دادن، حتی کودکانشان به ما درس شجاعت دادن. دیدیم که چطور کودکانشان سخن میگویند، دیدیم که چطور میغرند، دیدیم که چطور شجاعانه گپ میزنند، دیدیم چطور از ایمان میگویند. وقتی که به زبان طفل خردسال فلسطینی میشنوید حسبنا الله نعم المولا، جوش میآید، ایمان خود به خود به جوش میآید.